علیکم شنوندگان شبکه قدمشو اسرائیل. اینک یک قصه بهترین را پیشکش شما می‌گردانیم. حتما تا آخر قصه را گوش کنید. به شما پسند می‌آید. لایک و ابونه شدن را فراموش نسازید. انتخاب همسر. برای زنها مغازه گشوده شد. اکنون آنها می توانستند از این مغازه برای خود همسر انتخاب کرده بخرند. مغازه از 5 آشیانه عبارت بوده. با بلند شدن به هر آشیانه خصوصیت‌های مردهای مورد انتخاب بیشتر و بهتر می‌گردید. در مغازه یک شرط جاری بود: هر زنی که از در دکان آشیانه برای خرید وارد می شود باید از همان آشیانه خرید کند، ولی اگر خریدن نخواست دیگر حقی به آشیانه پایانی برگشتن را ندارد. تنها می تواند برای خرید به آشیانه بالایی براید. همین طریق روز یک گروه دوگانه ها دختران جوان با مقصدی برای خود همسر انتخاب کردن به این مغازه می آیند. آشیانه یکم پشت در چنین نوشته هست: مردهای این آشیانه صاحب کار و درآمدند و کودکان خرد را دوست می دارند. بعد خواندن نوشته پشت در دخترها می گویند هیچ نباشد همینش هم می شود، ولی بیایید که آشیانه بالا را ببینیم. آشیانه دوم نوشته پشت در: اینجا جوانهای صاحب کار خوب، کودک دوستدار و نهایت زیبا قرار دارند. دخترها بد نبوده است، ولی برایمان دیدن آشیانه بالا مراق‌انگیز است. آشیانه سوم: اینجا جوانانی هستند که کار خوب دارند، کودک دوستدار، نهایت زیبا و در کار خانه یاری رسانند. دخترها: خدایا این بخت را بینیده مگر خوشبختی از این هم بیشتر می شود؟ ولی آشیانه های دیگر نیز هست. کنی آنها را بینیم. چی آشیانه چهارم: جوانانی که در آشیانه هستند کارهایشان خیلی عالی است. کودک ها را به نهایت دوست می دارند و بغایت زیبا و دلکشند. در کارهای خانه به همسر یاری می رسانند و به قدری کافی مهربانند. دخترها قهقهه می پرتایند و می گویند عجب دکان آمدیم، باور نکردنی است. ولی بیایید می بینیم که در آشیانه پنجم ما را چی انتظار است. آنها به آشیانه پنجم می برایند. آشیانه پنجم پشت در چنین نوشته آویزان است: این آشیانه خالی است، بلکه برای آن است تا اثبات کنیم که زنها را نمی شود قانع ساخت. خوش آمدید خانم های مهربان. راهی برآمد در طرف چپ است. هنگام فرآمدن از زینه ها احتیاط شوید تا نافتید. اینک قصه ما به پایان رسید. اگر خواهید که چنین قصه های بهترین پیشکشتان گردد حتما به شبکه ما ابونه شوید و قصه ها را